سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به اولین ویدیو چنل یوتیوب فیلتر شکن یا بهتر بگم معرفی بهترین فیلتر شکن ها خوش اومدین. در این ویدیو میخوام که یه فیلتر شکن خیلی خوب رو بهتون معرفی کنم که با استفاده از اون به راحتی میتونید هر سایت، هر برنامه مثل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ یا هر سایتی که دلتون بخواد رو رفع فیلترش بکنید. اول اینکه توضیح بدم در مورد چنل ما که چه خدماتی رو برای شما ارائه میده. اول اینکه این چنل برای شما فیلتر شکن های جدید قوی، حالا فیلتر شکن هایی هستن که مخصوص یه سری اپراتورها هستن مثلا ایرانسل، همراه اول یا رایتل که اینا رو به شما معرفی میکنیم. اولین فیلتر شکنی که میخوام تو این ویدیو به شما معرفی کنم پازل وی پی اینه. این فیلتر شکن به تازگی منتشر شده و خیلی بازخورد خوبی رو از طرف کاربران در هنگام استفاده داشته. به صورت کلی 10,000 نصب داشته و حالا برای فیلتر شکنی که تازه انتشار پیدا کرده 10,000 دانلود خیلی خوبه. این نشون میده که این فیلتر شکن خیلی کارایی فوق‌العاده‌ای رو داره. همچنین نمره‌ای که گرفته، حالا درسته مثلا 10,000 نصب داشته و افراد خیلی کمی نظر دادن، ولی به صورت کلی 4 و 7 نمرش بوده. خب یعنی نزدیک 5 که این خیلی عالیه و میتونه برای کاربرانی که حالا مثلا از همه اپراتورها استفاده میکنن خیلی مؤثر باشه، چون این فیلتر شکن رو ما کاملا تستش کردیم روی ایرانسل، همراه اول، رایتل و سایر اپراتورها که عملکرد خیلی خوبی رو از خودش نشون داده. موضوع خیلی مهم در مورد این فیلتر شکن این هستش که دارای محیط نرم افزاری بسیار ساده ای هستش. کاربران وقتی که این برنامه رو نصب میکنن به راحتی میتونن با یک لمس ساده به فیلتر شکن متصل شن، چون یه حالتی داره اتصال خودکار که کاربر نیاز نیست که سرورها رو انتخاب کنه، بهترین سرور با توجه به اپراتوری که ازش استفاده میکنه، موقعیت مکانی که توشه رو خود به خود استفاده میکنه. همچنین نوشته اینجا اگه دقت کنید 5,000 سرور، بالای 5,000 سرور رو برای کاربران ارائه میده که خیلی زیاده و یکی از بهترین لوکیشن های هم که ارائه میده برای اتصال لوکیشن انگلیس هستش که کاربران وقتی که بهش متصل میشن خیلی سرعت خوبی داره. از لحاظ پایداری هم بگم که خیلی خوب عمل میکنه، یعنی کاربرانی که ازش استفاده کردن خیلی راضی بودن از این موضوع. طبق بررسی هایی هم که توی نظرات کاربران داشتیم بیشتر کاربران ازش راضی بودن و حالا ما به این کفایت نکردیم، اومدیم خودمون نصب کردیم، رو اپراتورهای مختلف تستش کردیم. ایرانسل همراه اول خیلی عملکرد خوبی داره، رایتل و حالا اینترنت خانگی یا بهتر بگم وای فای یکم ضعیف‌تر عمل میکنه نسبت به دوتای قبلی، ولی به صورت کلی روی همه اونا جوابدهی خوبی داره. اینم از این. برای دانلود این فیلتر شکن دو راه داره، یا میتونید از گوگل پلی اقدام کنید که لینکشو پایین میذارم تو دیسکریپشن و همچنین میتونید از کانال تلگرامی که براتون میذارم هم این فیلتر شکن رو دانلودش کنید. خیلی خوشحال بودم که در حضور شما بودم و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. امیدوارم که این فیلتر شکن هم بتونه براتون کارآمد باشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید که بتونید از بهترین فیلتر شکن های موجود در گوگل پلی، چه قدیمی چه تازه انتشار یافته، خبردار بشید. ممنون.